سلام دوستان، بفرمایید. مجدداً با این شعر سنایی شروع بکنیم که بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک سنایی ببین. بیام سراغ ملک سنایی. ملکی است که همه گونه عجایب هفتگانه رو شما در اونجا میبینید. این عجایبی که در اینجا هستش عجیبی نیست. عجایبی شما در سنایی میبینید که در هیچ جای دنیا نمیبینید، حتی در عوالم مختلف نمیبینید. وجود سنایی کسی است که برای مولانا سنایی عجیب هستش و مولانا خیلی زیاد یاد میکنه از اون حکیم غزنوی، خوش بیان کردن حکیم غزنوی بهر مهجوران مثال معنوی. اون مثال های معنوی رو مولانا شرح میده در مثنوی. یکی از قصایدی که خیلی مورد توجه مولانا بوده و در چندین جا به ابیاتی از این قصیده در مثنوی اشاره میکنه و گاهی اوقات ابیاتی رو قسمت‌هایی از قصیده رو بیت رو در مثنوی خودش میاره. این قصیده الفیه است. الفیه نه به معنی که 1000 بیت باشه، بلکه معنی که با الف ختم میشه. یک قصیده‌ای داره سنایی که واقعا بی‌نظیره و خدمتتون گهگاه ابیاتی از این رو خوندیم. میگه مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا. قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نی آنجا. به هرچه از راه دور افتی، چه کفران حرف و چه ایمان. به هرچه از دوست وامانی، چه زشت آن نقش و چه زیبا. اینجا اشتباه نوشته گواه رهروان باشد که سردش یابی از دوزخ. نشان عاشقان باشد که خشکش بینی از دریا. باید برعکس باشه، به خاطر اینکه دوزخی که گرمه و ازم بزرگ شما و ربطی به رهرو نداره، عاشقی که دلشم گرمه. باید باشه نشان عاشقان باشد که سردش بینی از دوزخ، به خاطر اینکه عاشق انقدر گرمه که اگر بندازیش در دوزخ میگه اینجا سرده. گفتشون شیخ صنعان گفته آن یکی گفتا که دوزخ در ره است، مرد دوزخ نیست هر کو آگه است. گفت گر دوزخ شود همراه من، 7 دوزخ سوزد از یک آه من. اینقدر آه من گرمه که 7 دوزخ رو، چون می‌بینید که بهشت 8 طبقه است، 8 مرحله است و حالا اینکه دوزخ 7 است، 7 دوزخ سوزد از یک آه من. بنابراین باید به این شکل باشه. اینو تصحیح بفرمایید که گواه عاشقان باشد که سردش یابی از دوزخ. نشان رهروان باشد، یا اگه گواه بخوام بگیم که نشان عاشقان باشد که سردش یابی از دوزخ. گواه رهروان باشد که خشکش بینی از دریا. تو ره رو تو دریا میره دیگه، حرکت میکنه، رو آب هم راه میره. درسته؟ سالک واقعی اون کسی که رو آب بتونه راه بره. حالا میرسیم به این بیت. شروع کنیم از بیت اول که گفت مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن بالا. مقام عرفان مقامی است که انسان دسترسی داشته باشه هم به این دنیا، هم به اون دنیا، هم به این سری، هم به اون سری. اگه زیاد بره بالا اونجا گم میشه، اگه زیاد باید پایین اینجا غرق مطامع دنیوی میشه و پرش از دست میده. بنابراین باید در وسط قرار بگیره. در داستان ایکاروس دیدیم که وقتی که دیدالوس پری درست کرد و داد به پسرش ایکاروس، گفتش که این پر از مومه، از وکسه. سنایی میگه سریش، باد و باد سریش کرده نشد
هیچ طراح جعفر طیار، میگه دوبال سریش. ولی در ادبیات اروپا دوبال مومه، وکسه، که وقتی که بره بالا آب میشه. گفتش که زیاد بالا نرو، واسه اینکه اگه بری بالا وکسا و این موم آب میشه و میافتی زمین. زیادم پایین نیا، به این خاطر که ثقل زمین تو رو میکشدت پایین. ولی این چون عاشق خورشید شد، ایکاروس رفت بالا تا اون موم ها آب شده، افتاد در دریای ایکاروس که نزدیک تو مدیترانه دریایی هست به نام ایکاروس، نزدیک ایتالیا افتاد. تو اساطیر اینو میگه. حالا این اشاره به اون اسطوره داره. صنایع خیلی اوقات به اسطوره ها، حتی تو اون بیتی که میگه که با دو بال سریش کرده نشد هیچ طراح جعفر طیار، اشاره به بال ایکاروس داره. پدر ایکاروس که دیتالوس باشه مهندس بود و یک میز یا یک چنبری درست کرده بود از راه‌های در هم و پیچیده که هر کسی میافتاد در این نمیتونست راه به بیرون پیدا بکنه. خودش هم میدونست، تا اینکه خودش در اون گرفتار شد. انسان همین وضع در این دنیا، این عقل دیدالوس یا عقل فی الواقع فرزین بهش میگن. صناعی میگه دو نوع عقل داریم، عقل شاه، عقل فرزین. در شطرنج شما فرزین دارین و شاه دارین، درسته؟ فرزین خیلی عقلش وسیعه و این کارو میکنه و در حرکاتش شما میبینید. یه عقل فرزین، یه عقل از عقل شاهه. عقل شاه اون موبیلیتی و اون حرکت فرزین رو نداره تو امورات، ولی خرده. اساس بازی شطرنج رو شاهه، نه رو فرزین. خرد دنیا رو میگن عقل فرزین. خرد آنسری رو که داد و خوبی و تمیز بهش میگن گاهی اوقات، چون تمیز با عقل فرق میکنه. تمیز، عقل نمیتونه بگه این کار خوبه این کار بده. عقل میتونه بگه این حرف دروغه، اما نمیتونه به شما بگه دروغ بده. کار عقل نیستش. اگر کار عقل باشه، کار عقل فرزین نیستش، کار عقل دیگری است که به اون صنایع میگه عقل شاه، اون خرد برتر. و اون خرد اعظم بزرگ شما مقامش بالاست. این فرزین به امورات این دنیا میپردازه و اگه ما زیاد بیام اینجا به امورات این دنیا بپردازیم گم میشیم، یعنی ثقل این دنیا ما رو میگیره و دیگه نمیتونیم پرواز بکنیم. اگر زیاد بریم تو عرفان و عشق و عاشقی و اینا، بازم از امور دنیا غافل میمونیم. دنیا خیلی مهمه، از دنیا مزرعة الاخره. در همین قصیده صناعی میگه برای کشت آنجا راست اینجا کشتن آدم، برای زاد آنجا راست اینجا زادن حوا. ما اینجا حوا میزاد تو زایش یاد بگیره. چه زایشی؟ سخاوت، اینها زایشه، آنسریه. ولی این دنیا انسان تمرین میکنه با امورات دنیوی، بنابراین اینجا مزرعه است، یعنی باید بکاری. تخمش تخم مادیه، سبز که میشه در عالم دیگری سبز میشه. بنابراین این دنیا رو باید غنیمت شمرد، درسته؟ ولی نباید تو این دنیا موند واسه اینکه نه تو این دنیا بمونی، چون این دنیا باید کار بکنی، کوشش بکنی، کمیت رو تبدیل به کیفیت بکنی و اگه این کار نکنی دنیات باطل شده. ولی واسه اینکه بتونی این کار انجام بدی در جایی، در عرفات باید باشی، در برزخی بین این عالم و اون عالم، این سری و اون سری. اونی بهش میگن عالم دل، چون یه عالم دل داریم، یه عالم تن داریم، یه عالم جان داریم. دل که بر او خطبه سلطانی است، اکتش جسمانی و روحانی است، نظامی. یعنی اینکه نیمش جسمانیه نیمش روحانیه. بنابراین دل در این مرحله وسط قرار گرفته. شما اگر که اهل دل کسانی هستن که هم با مهل دنیا میجوشن هم با ملکوتیان، یعنی اینکه
دو در داره این دهلیز دل، یه در دنیوی داره، یه در اخروی داره، یه در این سری داره، یه در اون سری داره. بنابراین دلم باید روشن بشه. وقت دل بخواد روشن بشه که جای خوبی باشه و دوستان در دل جمع بشن، باید نور داشته باشه. نورش از کجا میگیره؟ از جان میگیره. به نام آن که جان را فکرت آموخت، که ما را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. شیخ محمود. درسته؟ بنابراین این دل رو باید روشنش نگه داشت. و هدف از این غزل این هست، قصیده این هستش که سنایی به ما بگه چگونه این دل رو روشن نگه داریم. دل جاییست نه بالا نه پایین. مکن در جسم و جان منزل. میشه کجا؟ اونجا باید کجا منزل بکنی؟ در دل، که هم دسترسی داشته باشی با عالم جسم و هم دسترسی داشته باشی با عالم جان. مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا. قدم زین هر دو بیرون نه اینجا باشو نی آنجا. هدف رو ببین چون بسن تو دنبال چه هدفی داری میگردی. کجا هستی مطرح نیست، هر جا هستی هدف چیه. به هر چه از راه دور افتی، توی سالکی هستی، باید راهی رو بری، باید یه هدفی داری، یه مقصدی داری، باید به اونجا برسی. اینو توجه داشته باش. یعنی از ابتدای کار سنایی به ما داره میگه که شما اگر که دور بیافتین از مقصودتون، شریعت باشه، ایمان باشه، علم باشه. علم گاهی اوقات انسان دور میکنه. چو علم آموختی از حرص آنگه هست، کاندر شب چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. علم میتونه راهزن شما باشه. بنابراین هر چی، حتی چیزهای خوب، به هر چی از راه دور افتی یه راهی داری تو. اون صراط بهش میگن، راه مستقیم. به هر چی از راه دور افتی، چه کفران حرف و چه ایمان. گاه خود مردم با حرف ایمان دور میفتن. یهدی بهی کثیر و یضل بهی کثیر. مثنوی تو چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. برای کسی برای یه عده ضلالت ایجاد میکنه، گمراهشون میکنه، برای یه عده هدایت ایجاد میکنه. بنابراین همین قرآن که دیگه به این کتاب توحید است، گاهی اوقات برای یه عده ضلالت ایجاد میکنه. بنابراین تو باید ببینی که هدف چیه، به راه درست بری. اگر یک کسی با حرف خوب تو رو به ضلالت بکشه، تو باید بگی راه ضلالت، هرچند که این حرف درسته. به هر چه از راه دور افتی، چه کفران حرف و چه ایمان. به هر چه از دوست وامانی، چه زشتان نقش و چه زیبا. نقاشی خوب باشه، موسیقی خوب باشه، اگه تو دورت بکنه اون فرق نمیکنه، باید دست ازش بشویی. گواه داره، یعنی اگه تو رهرو هستی، گواه چیه؟ چه دلیل داره که رهرو هستی، سالک هستی؟ یا اگه عاشق هستی میگی من عاشق هستم، عاشقی حساب داره. نشان عاشقان باشد که، گفتیم این درستش بکنیم به این شکل که نشان عاشقان باشد که سردش یابی از دوزخ. گواه رهروان باشد که خشکش بینی از دریا. ره رو چطور خشکش بینی از دریا؟ اشاره به کجا داره؟ تلمیحش به کجاست؟ بله؟ حضرت موسی. احسن. حضرت موسی داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت از دریا برانگیزان غبار. دریا رو خشکش کرد و مردم رد شدن، رهرو بودن به یه معنی طرفداران موسی، و خود موسی رهرو بود. این دریا رو خشک میکنه. یعنی نترس از این که بری پاتو بذاری. اگه دم موسوی داشته باشی و عقل موسوی داشته باشی، میتونی وارد دریا بشی. نشانش اینه که بتونه وارد دریا بشی. حالا اون جنبه قرآنی و جنبه تورات رو بذاریم کنار. جنبه عملیش برای امروز برای ما چیه؟ یعنی چیه رو آب راه رفتن؟
یعنی که زیر پات الزاما صفر نیست، یعنی انعطاف داشته باشی. ها؟ انعطاف داشته باشی. عارف کسی هستش که انعطاف داره، فلکسیبیلیتی داره. ها؟ خشک نیستش، انعطاف داره، روی آب راه میره. بنابراین خیلی مشکل رو راه رفتن، روی سنگ راه رفتن راحته. شریعت میاد به تو میگه این کار نکن، این کار رو بکن، خیلی هم روشنه به شما میگه، فکرم لازم نی بکنی. ما وقتی در سربازی بودیم ما خیلی راحت بودیم، به ما میگن ساعت 4 صبح باید باشی، این کار رو باید بکنی، ساعت باید بزنی، هیچ فکر لازم نبود بکنی. تمام مسائل از ما قبلا تنظیم کرده بودن، خیالمون راحت. ولی کار مشکلی هستش که بعد که وارد شدیم دیدیم که چقدر سربازی راحت بود. وقتی وارد زندگی میشی خودت باید تصمیم بگیری چی بگم چی نگم، و همش هم معلوم نیست که درستی یا غلطه، که محکمی نیست که تو داری راه میری، رو آب داری راه میری، هر لحظه ممکن بری پایین. فلکسیبیلیتیه و خیلی مهمه. ما گفتیم که عرفان فازیلاژیکه، کریسپ نیست، دقیق نیستش، دنبال دقت نگردیم. اون خوارج بودن که دنبال دقت میگشتن، خیلی هم فاناتیک میشن، مثل آیسیس. ها؟ دقت زیاد خوب نیست، باید انسان انعطاف داشته باشه، در شرایط مختلف بتونه تصمیم بگیره. ولی فاناتیک به چه کسی میگن؟ فاناتیک کسی که میگه این است و جوجه نیست، این هست و بقیه هم غلطه، انعطاف نداره، رو آب نیستش، فلکسیبیلیتی نداره، انعطاف نداره. این معنی رو آب بودنه. اگه بخوام امروز ما واسه خودمون، ما که نمیتونیم مثل حضرت موسی بریم رو آب که یا آب دریا خوش بکنیم، اما این رو میتونیم در این حد تو زندگی خودمون پیاده بکنیم که تختمون روی آب باشه. گفتش که سنایی باز در غزل دیگری که باز مولانا این غزل رو تکرار کرده در یکی از غزلیات خودش، میگه که ای یار مقام دل باز آوردنی کم زن. سنایی که مولانا تکرار کرده، باز آوردنی کم زن، زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن، گر چرخ دهی، گر تخت دهی ما را بر سینه دریانه. اگه میخواد تخت سلطنت و حکمرانی به ما بدی، جاش باید فلکسیبل باشه، روش دریا بده، خشکی نمیخواد. گر دار زنی ما را بر چرخ معظم زد. بنابراین کار مشکلی است رو آب را رفتن، ولی رو ساحل را رفتن هر کسی میتونه انجام بده. رو آب، تو آب و توی آب و روی آب خیلی مشکله. توی آب هم باز گاهی اوقات عاشق توی آب هم میره که میشه قواس. عشق دردانه است و من قواس و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. برای گاهی اوقات روی آب راه میره، گاهی اوقات قواسی میکنه میره در آب، ولی کارش خشکی نیستش. شما از خشکی شروع میکنی و باز به خشکی ختم میکنی. نترس، این اول شما با شریعت شروع میکنی که در خشکه، یعنی که راهجاتو به تو میگه این کارو بکن. در کار زندگی هم شما وقتی میری مدرسه اول بهت میگن فرمول یاد بگیر، این فرمول ریاضی حساب کالکولوس اینه. بعد که کالکولوس خوندی و تمام کردی، تمام یاد گرفتی، بعد حالا اجتهاد پیدا میکنی، حالا میتونی به فرمول دیگه کاری نداری، خودت مسئله حل میکنی. هزار تا راه حل داره، یه راه حل که نداره که، هر موقعیتی چیز مختلفی داره، راه حل مختلفی داره دیگه. تا که میخوای بزنی، اول استاد بهت میگه این نوتا رو بزن، دقیقاً بزن، همونی که استاد میگه باید بزنی، پاتم دقیقه، فاناتیک هم باید باشی در اینجا. اون استاد ولی معلم اینو انجام بده. بعد که یاد گرفتی، حالا دیگه با دلت بزن. درسته؟ میتونی. در ابتدای کار زیر پات صفر باید باشه تا بتونی خود راه بدی. بعد یه وقتی که یاد گرفتی، راه رفتن یاد گرفتی، بعد میری دریا. میری دریا حرکت میکنی میری به یه ساحل دیگه که اونجا هم صفره. به جابلسا و جابلقا. یعنی از این ساحل شرقی غربی میری به ساحل شرقی.
از یک ساحلی میری به ساحل دیگری که هر دوش محکمه. اون ساحل دومی که بهش میرسی مقام امنه. بعضی این شعر حافظ رو درک نکردن معنیش چیه که میگه که شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. اینجا سبک باران ساحل هایی که سفر نکردن نیست، اون سبک باران ساحل هایی که سفر کردن، رفتن تو این دریا از امواج گذشتن، حالا رسیدن. اونا داری میگه، اونایی که رسیدن اونا حال ما نمیدونن، چه خوب بود که حال ما رو میدونستن و دست ما رو میگرفتن که میشه دستگیری. درسته؟ به اون پاسایان میگه که گذشتن، میگه پاسایان مددی تا خوش و آسان بروم، تازیان راقم احوال گرانباران نیست. پاسایان که همون کسانی هستش که سبک باران ساحل رسیدن به ساحل، بالشون رو سبک کردن و گذاشتن. فرق دارن با اون کسانی که اصلا حرکت نکردن، اونا سبک بار نیست، اصلا بار نداشتن. این ساحل دومه. از این دریای انسان باید عبور بکنه تا به بیت مقدس برسه. درسته؟ از موسی از یه سرزمین حرکت کرد، از دریا عبور کرد، به بیت قدس رسید. درسته؟ اون بیت قدسی که خونه ماست در معنی عرفانی، از این دریا باید عبور بکنی، یا دریا رو باید خوش بکنی، یا باید بتونی روی دریا راه بری. درسته؟ یا بتونی غواصی بکنی. تمام اینا کار عاشقه. بنابراین گواه رهروان باشد که نشان عاشقان باشد که سردش یابی از دوزخ. اینقدر گرم عاشق که دوزخ واسش سرده. نشان عاشقان باشد که خشکش بله گواه رهروان باشد که خشکش بینی از دریا. ولی من دیدم که در اکثر نسخ همینجور نوشته که گنجور نوشته که نادرسته. نبود از خالی آدم که خالی گشت از او جنت، نبود از عاجزی وامق که از را ماند از او عذرا که باکره موند و نتونست به عشق وامق برسه. این از ناتوانی وامق نبود، از کم ازم بود شما اقبالی عذرا بود. اگر که آدم رو از بهشت بیرون کردن، این از بد اقبالی بهشت بود، از خالی آدم نبود. مقام آدم مقام بهشته، وگرنه به درد نمیخوره بهشت به خاطر انسان ارزش داره. تو آنتوان د سنت-اگزوپری توی شازده کوچولو لو پتی پرنس شما میبینید که وقتی پادشاه اونجا نشسته بوده و قباش هم انداخته بوده، تمام اون کلهش گرفته بوده، بعد یه نفر میرسه، شازده کوچولو میرسه، میگه تو چی کاره هستی؟ میگه من جا اومدم و اینا. میگه که تو بیا، من شاه هستم، من سابجکت ندارم، تو بمون اینجا. شاهی که رعیت نداشته باشه به شرط میخواد شاه نیستش. بهشتی که آدم توش نباشه، حوا توش نباشه که بهشت نیست. بعد اقبالی بهشت بود، یعنی مقام انسان داره میبره بالا. حالا مثال دوم یه مثال دیگری داره میزنه. نبود از خالی آدم که خالی گشت از او جنت، یعنی که بهشت رو که گریه کردن بعد از اینکه آدم رفت. سخن که از روی دین گویی، چه عبرانی چه سریانی. مکان که از بحر حق جویی، چه جابلقا چه جابلسا. چه این ور چه اون ور. چه این نهای قدیم معتقد بودن که دریای عظیمی هستش بین جابلقا و جابلسا، یکی ساحل اینوری و ساحل اونوری، و عارف از یکی حرکت میکنه به دیگری میرسه، جابلقا و جابلسا. ولی معتقدن که شرق و غرب عالم هم دو تا در کنار دریای محیط دو تا سرزمین هستش، یکی جابلقا و یکی جابلسا. شاید جابلسا لغت ژاپن رو بعضیا معتقدن که از با جابلسا یکی باشه، ولی معنی عرفانی است. معنی عرفانیش
یعنی اینکه دو تا سرزمین هستش، هر دوش هم یکی شما شروع میکنی یکی دیگه ختم میکنی، بین این هم تلاطم ما هستش. ما وقتی حرکتمون رو به عنوان سالک شروع میکنیم وارد این دریا میشیم. تا موقعی که سالک نشدیم هیچ مسئله‌ای هم نداریم. شما تا موقعی که تصمیم نگرفتی دانشگاه میخوای بری درس بخونی هیچ مسئله‌ای نداری، اما که همچین رفتی میخوای دانشگاه میافتی توی دریایی که این درس بخون اون درس بخون، امروز برو کلاس فلان، امتحان بده، تز بنویس. این دریای پر تلاطمی است که بعد وقتی فارغ التحصیل شدی چطور میشه؟ باز دوباره میرسی به یه سرزمین دیگری، باز زیر پات سفت میشه. تو این فاصله سالکی، درسته؟ این مثالش. حالا سلوک عرفانی هم مثل همینه، منتها خیلی تلاطمش بیشتره. بنابراین گفتش که اگر که حرف حق میزنی فرق نمیکنه که به انگلیسی میگی یا به یکی از این کنزرواتیوهای افراطی آمریکا گفته بود که تو مجلس که آخه توی کالیفرنیا گفته بودن که سرود ملی آمریکا رو میشن به زبان اسپانیولی خوند. بعد این خیلی مخالف بوده که نه حتما باید به زبان انگلیسی خونده بشه. چرا باید به زبان انگلیسی؟ بعد میگوش که if English is good for Jesus, it is good for everybody. فهم میگه که مسیح به زبان انگلیسی صحبت میگه. در حال ولی فرق نمیکنه، اگر که حرف خوب بزنی چه به زبان انگلیسی باشه، چه به زبان عربی باشه، چه سریانی باشه، چه عبرانی باشه، چه انگلیسی باشه، چه هندی باشه. شما ببین چقدر حرفای خوب رو کنفوسیوس به زبان چینی گفته ها، و چقدر حرفای عظم بزرگ شما مهمل بعضیا به زبانهای خیلی خوب گفتن، به زبان فرانسوی یا به زبان عظم بزرگ شما عربی و فارسی حرفای مهمل هم زیاد گفته شده. ولی حرف خوب انسان باید بفهمی که حرف خوب چی هستش و چه عبرانی چه سریانی محل هم فرق نمیکنه. گفتش که سعدی چی گفت در این زمینه؟ گفتش که از الله الواسع، از خداوند وسیعه که عظم بزرگ شما انسان باید حرکت بکنه و یه جا نمونه. حال بیت سعدی به خاطرم نیستش ولی هدفش اینه. سعدی هم خوش حرکت زیاد، سفر زیاد کرده. گفتش که اگر که یه جای تنگ بود سفر بکنیم به جای دیگری. خودش هم سفر کرده و برگشته. میگه وقتی برگرده میگه چون باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. اگر که دیدی که وضع خوب نیستش میتونید خود پیامبر این کار کرد، سفر کرد، مهاجرت کرد و مهاجرت کار خیلی خوبی است و جز خصوصیت انسان بعضی گفتن که انسان تعریف انسان نیست که حیوان و ضاحک، بعضی گفتن حیوان و ناطق. باید تعریف بهش که ما حیوان و مهاجر. که تعریف انسان میشه که انسان حیوان مهاجره که مهاجرت زیاد میکنه و خیلی خوبه. حتی بقیه حیوانات هم مهاجرت میکنن و این مقطع مشترک خوب. ما هیچ دلیل نداره که بخوام خودمون رو ممتاز بکنیم از بقیه حیوانات. هیچ امتیازی نداریم ما الزاما. گفتش که اولئک کالانعام بل هم اضل. بنابراین هیچ امتیاز خاصی نیست که بخوام حتما بگیم امتیاز داریم، ولی که خصوصیات ما که در بسیار حیوانات هم هستش مهاجرته. بنابراین سفر باید کرد، چه اینجا چه اونجا، و اگر که دیدید که یه جایی سازگار نیستش سفر بکنید به سرزمین دیگری. ولی شما سرزمین اصلیتون یادتون نمیره در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. پیامبرم همیشه حب وطن، حب مکه رو داشت، ولی عجیبه که برگشت به مدینه با اینکه حبشو داشت. ولی انسان هر چیزی که حب داره مطابق حب انجام نمیده، یه پرینسیپلی داره. یک از سرزمینی که اونجا تردش کردن بعد نگشت به اونجا. بنابراین قرآن هم میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، شرق غرب باشه. اینا همین حرف سلایی هستش که چه جابلقا چه جابلسا، چه انگلیس چه فرانسه چه چین،
بر و نیکویی در این نیستش که چهره تو به طرف شرق بکنی یا به طرف مغرب بکنی. این نیستش. شادروان پدر در غزلی گفتن که اینما تولو را خوانده‌ای تو ای زاهد، گر در حرم بستند سجده در کلیسا کن. نه مال مرحوم پدر نیستش، این مال شاعر دیگه است. بله. مکان که از بحر حق جویی، چه جابلقا چه جابلسا. شهادت گفتران باشد که هم ز اول در آشامی، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا. حرف نهنگاسا دیدم که مثلا نوشتن که حرف نهنگاسا به این خاطر که لا تمام دنیا رو میخوره دیگه، میگید لا نه، ولی فرمش هم مثل نهنگه، دهنشو لای عربی که می‌نویسین اینجوریه، مثل یه نهنگی که دهنشو باز کرد. نهنگی که دهنشو باز بکنه مثل لا میشه، فرمش مثل لاست. برای خاطر بهش میگه حرف نهنگاسا، یعنی از نظر فرم مثل شکل مثل نهنگ میمونه، ولی از جهتی هم نهنگ به این خاطر که تمام دنیای هستی رو میبلعه. وقتی تو گفتی لا یعنی هیچ دیگه نیستش دیگه، الا الله، فقط الله میمونه. ولی این حرف مهمی است. شهادت این نیستش که بگی لا اله الا الله. شهادت یه حرف نیستش که. شهادت یعنی که در تمام وجود تو احساس بکنی که واقعا هیچ الهی نیست، هیچ کسی نیستش، اونه که همه امورات به دست اوست و بنابراین جای دیگه منتظر رحمتی، منتظر چیزی نباش. هر چی میخوای از او بخوای. اگرم که از او نمیخوای بدون که از طرف اوست، او فرستاده. بر در شاه هم گدایی، یه گدایی به حافظ گفته، بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. تو اینو بفهم، حالا فرق نداره به سر خونش در سفره شاه هم بشینی، ولی بدون که کی رزاقه. تشکرت هم بکن از اون منعم، خیلی هم باید بکنی این کارو، درسته؟ ولی بدون که اینو خداوند فرستاده. یه دفعه یک پیرزنی بود و این خیلی اعتقاد به خداوند داشت و هی میگوش خدایا چه و خدایا چه و اینا. در همسایگیش هم یک مردی بودش که توی همسایش بود و اون پشت مقابل کنار میشست و پشت مقابل میشست و بعد این هر چی که هی میگوش که گاد در مورد چیز میکنه، اینا بهش میگوش که God doesn't exist، خدا وجود نداره. باز این با خدا راز نیاز میکرد، همچین میگفت God، اونم از اون پشت مقابل میگفت God doesn't exist. تو یه موقعی پیرزنی میاد توی بالکنیش، توی پوچشو و توی اون بالکنی خونهشو روزی نداشته و میگه خدایا یه عمر ما تو به این سن رسیدیم، تو ما روزی دادی و امروز من نگاه کردم توی یخچالم هیچی نیستش، نه تخم مرغی دارم، نه نونی دارم، هیچی نمونده و پولی هم ندارم که بخوام بخرم. ما رو بی روزی نذار. شب اینو میگه و دعا میکنه و میره. پیرمرد همسایه دلش میسوزه، با اینکه ضد خدا بوده و اگناستیک بوده یا ایتئیست بوده، دلش میسوزه و میره یه بسکت سنبیل پر از میوه و تخم مرغ و گوشت و فلان و بهمان میخره و میذاره توی بالکنی خانوم اون پیرزن. صبح پیرزنی میاد و میبینه که یه بسکت هستش و پر از هر چی که میخواست اون تو هستش، چون گفته بود که خدا چی میخواد. یا گوشته اونجا خیلی میگه thank you God نه بینستم. بعد پیرمرد میگه که that was not God, that was me who bought that for you. میگه thank you God, not only you provided food for me, you made devil to pay for it. باید مثلا تشکر بکنه، ولی این در حال باید بدونه که از جانب خداونده که میرسه.
گفتش که شهادت گفتن با یه معنی لا هستش که بفهمید که بغیر از خداوند کسی مؤثر نیست. همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا، نهنگی هم برآرد سر، خورد آن آب دریا را، چون دریای شود بی آب چون هامون، پر طوفان شود بی آب چون هامون. در غزلیات دیوان شمس خوندیم. بله. نیابی خار و خاشاکی در این ره، چون به فراشی کمر بست و به فرق استاد در حرف شهادت لا. فکر نکنید در این مسیر لا اله الا الله که عرفان باشه. عرفان یعنی بی‌برگی، یعنی لا گفتن. هر کی تو گفتی لا میشه عرفان، میشه بی‌برگ. ولی این برگیه، این ثروته، بهش میگن فقر. بی‌برگی بهش میگن. بی‌برگی ثروت بزرگی. سلایی گفتش که برگ بی‌برگی نداری، لاف درویشی مزن. لافش نزن، باید برگش داشته باشی. ثروت میخواد، یه ثروت درونی میخواد تو بتونی بی‌برگی رو درک بکنی. ربط بی ثروتی هم نداره، ممکنه ثروتمند باشی ولی بی‌برگ باشی، یعنی تعلق نداشته باشی، تعلق خاطر نداشته باشی، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. تعلق نداشته باشی، ثروت هم داشته باشی، بی‌برگی. درسته؟ این میشه مقام بی‌برگی. ولی بنابراین باید برید دنبال بی‌برگی، نه اینکه بخوای از این عرفان واسه خودت یک خال و خاشاک جمع بکنی، یه چیز ثروتی جمع بکنی. اکثر مردم می‌بینی کلاس عرفان میذارن و غیره و زالوک و اینا. حتی یه کسی تو لس آنجلس گفتش رفته پلو استاد عرفان، نمیدونم $3000 داده، یه ذکر بهش یاد داده. این ذکر رو بگو، این ذکر در گوشت. گفتم ذکر چی بگو؟ ما هم گوش. نه این $3000 باید بدی، این ذکر خفیه و فلان بهمان اینا. یعنی باید گفته و این ذکر منه. $3000 هم گرفته و خب در حال ان شاء الله که واسه اون شخص کار میکنه، ولی واسه اون شخص هم خال و خاشاکی شده. ولی اگه دنبال یه خال و خاشاک هستی دیگه به اون بی‌برگی نمیرسی، یا به این میرسی یا به اون میرسی، یا از این شراب این که من رئیس خانقاه هستم و چقدر مرید دارم از این مست میشی. این یه شرابی است که شراب انگوریه، از نوع همون شراب انگوریه. یا از شراب بی‌برگی مست میشی که شراب دیگری است، اون شراب حلاجه، شراب منصوریه. نمیشه هر دوش داشته باشی. به قول مولانا خمهاست از آن باده، خمهاست از این باده، تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی این را. اگه سوال داشته باشین در خدمتتون هستم. بقیه این ابیات رو میذاریم برای بعد از صرف چای. بفهم. اینجا که میگن حرف لا بگین، یعنی به هر چیزی که شما فکر میکنین لا گفته، یعنی من مشخصا نمیدونم. بیت بعدش خب نخوندی، بعد چیه؟ بیت بعدش مثلا روشن میگه چون لا از حد انسانی کشیدت در ره حیرت، پس از نور الوهیت به الله های از الا. حل میکنه مثلا که شکلی شما این سیر لا اله الا الله یک سیر سلوکه. درسته؟ لا اله الا الله، یعنی حرکت شما یه لا میگی، بعد یه الهه، بعد یه الاست، یه اللهه. از لا شروع میکنی ولی بلافاصله به الله نمیرسی که، کلی مسیر هستش. اینو بعد از صرف چای خدمتتون یادآوری بکنید، یعنی خود غزل هستش که شرح میکنیم. به این سادگی نیستش لا گفتن. این اله هم کار داره، چون اله هم اله هست. میگه لا اله هم میگه که پس میگه چون لا از حد انسانی کشیدت در ره حیرت، پس از نور الوهیت که این اله های جز باشن اینا هم نور دارن. درسته؟ مثل کوکبی است که ابراهیم دید، رأى کوکبا قال هذا ربی. اشکال نداره تو بگی هذا ربی، ولی باید بفهمی اول بگی هذا ربی، نور به تو میده. بگی این ربی، این هم بهتره. فلما افلا قال انی لا احب الافلین. دائم لا احب الافلین بگی. بعد بزرگترش میاد جای تو، ماه میاد میگه که هذا ربی، بعد افول میکنه. بعد میاد بالاتر
خورشید اکبر میگه هازا اکبر رو میگه این ربی فلما افلت خورشید هم که از همه گنده تر افول میکنه وقت بعد میرسی به چی به الله میگیم انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. درسته؟ به این مرحله میرسی. ابراهیم از اول که نگفتش که حنیف نشد که، یعنی فقط بگه الله. اول گوش که هازا ربی، از اون کوکب شروع کرد. اینا میشه اله. پس از نور الوهیت به الله های ولی مرتب بگو اله، یعنی مثل ابراهیم بگو فلما افلت که شنیدی دیدی بگو اله. همین شامل میشه که یعنی افول کردن الله رو ببینی. ببینی اول نور میبینی تجربهش میکنی میگه ای چیز خوبی بود، خیلی قشنگ بود، اما اونی که من میخوام نیستش. اونی که من میخوام یه قدم بالاتر. ولی از توش عبور میکنی، نه که ازش رد بشی، بایپاسش نمیکنی. این دنیا نمیشه بایپاس کرد. این دنیا رو باید ازش عبور کرد. یعنی که باید ستاره رو درک بکنی، ماه رو درک بکنی، مقامش رو ببینی، زیباییش رو ببینی، افولش هم ببینی. نه اینکه بگی نه اینا به درد نمیخوره. میشه عرفانی که هیچ چیزی نداره. درسته؟ باید ببینی، درکش بکنی، خوبیاش هم ببینی. ولی بگی این یه لیمیتیشن داره. من دنبالی میگردم که از این لیمیتیشن بگذره. درسته؟ من دنبال لیمیتیشن نیستم، ولی تو به اونجا برسی. به اونجا زیبایی ماه رو باید درک بکنن که زیبایی ماه هر که امروز نبیند اثر صنعت دوست غالبان است که فرداش نباشد دیدار. دیدار نداره. اگه امروز ندیدی تو ظهوریان بهشتی چه ذوق دریابد هر آنکه سیب زنخدان شاهدی نگزید. بنابراین اگه که ستاره درک نکردی، ماه درک نمی‌کنی، ماه درک نکردی، خورشید درک نمی‌کنی، خورشید درک نکردی، هیچی درک نمی‌کنی. عارف تمام اینها تجربه میکنه ولی ازش رد میشه. هر چه در این پرده به قول نظامی نشانت دهند چون نستانی به هزانت دهند. نستانی یعنی که بفهمی، بپذیری. کار علم هم این مقدار شبیه این نیست؟ بله؟ کار علم هم همینه. کار علم هم دقیقا همینه. علم هم به همین خاطر میگن که رفیوت میشه، رفیوتبله. یعنی اینکه علم اگر که یه جایی واسه رفیوتش نتونی بکنی کسی علم نیستش، میشه فاناتیک. علم اون چیزی که قابل ابطاله، ماهیتش تعریفش اینه. اگه تو نتونی ابطالش بکنی اصلا علم نیست. یه چیزی که دوگماتیک باشه بگیم حتما اینجوریه، یه کسی اومد گوش که بله از علمی امروز ثابت شده و این دیگه آخرشه، اصلا علمی نیستش. علمی اون چیزی که این توانایی رو داره که بشه ابطال بشه، این میشه علمی. چیزی که توانایی ابطال نداره علمی نیست، ریلیجیاسیتیه، دینه. نه معنی بدیشه، دینم میتونه خوب باشه. یه نوعیش هستش، یه جایی هستش که اون یه دومین دیگر است. صنایع هر جا میگه سخن که از بحر دین گویی، دین یعنی عشق. سوال دیگه هست دوستان؟ ببخشید، اشاره به جابلوال و جابلوسا فرمودین، اشاره به شرق و غرب؟ شرق و غرب عالمه، ولی اشاره به شرق و غرب سلوک عارف هم هستش. گاهی از شرق شروع میکنه به غرب میرسه به یه معنی، گاهی از غرب شروع میکنه به شرق میرسه، ولی بیشتر عرفا از شرق شروع میکنن به غرب میرسن، چون غرب بیبرگیه، کامله. اینو یادم بندازین که خدمتتون بگم دو تا حرکت مادیمی که حرکت ابراهیم ادهم که از بلخ شروع کرد اومد رفت به کجا؟ رفت به بغداد. درسته؟ این حرکت شرقی به غربیه. حرکت اسکندر از غرب یونان شروع کرد اومد به شرق، حرکت غربی به شرقیه. اینطور یادم بندازین خدمتتون بگم که این دو سلوک با هم دیگه چه فرقی داره. سلام دوستان، در این قصیده سنایی سیر می‌کردیم که مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا. به اینجا رسیدیم که نیابی خال خاشاکی در این ره چون به فراشی. فراشی یعنی این که زبر و زرنگی، یعنی از روی
فراست. حتی فراش کسانی بودن که آدمای خیلی زبدرنگی بودن و فرش میکردن. قدیم تخت می آوردن اینا بهش گفتن فراش. فراش باغ سبا را فرموده تا فرش زمردین، باد سبا را فرموده تا فرش زمردین بگستر. و فراش. ولی فراشی یعنی زرنگی و هوش و استعداد، اینا میگن فراشی. میگه که لا فهمید اومد با سرش ایستاده، یعنی با سرش ایستاده یعنی من منتظم، با سر ایستادن یعنی که منتظم بشون بگی من بدوم، با سر بدوم. میگه که لا خودش همه چیزو داده و سر واسطه اونجا، نه یا چون در این چون به کمر بست، وقت کمرش خدمتش هم بسته، لا کمرش بسته است دیگه، صف بسته، درسته؟ تو سرش هم واسطه، پاهاش هم بالانس داره، این در خدمت به سر واسطه، با سر من میدوم میام اگه بیاد، درسته؟ کمر هم بستن. کمر بستن خیلی مهمه. به خدمت کمر بست و بازو گشاد. نشان خدمت آمد عقد زنار، شیخ محمود گفت این زنار که میبندن اینا نشان خدمت بوده، چون که وقتی کمر رو صفر محکم میبندی میتونی کار بکنی. دو تا کار میکردن، یکی بازو میزدن بالا، یکی کمر میبستن. به خدمت کمر بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد. بنابراین لا اومده کمرشو بسته، به فرق سرم ایستاده، مطیع که بگم بدو بیا بیاد. بنابراین تو اینجا فکر نکن که میتونی چیزی از اینجا کسب بکنی، باید بدی. این حرفی است که کندی هم زد، گوش که مردم آمریکا از آمریکا نپرسی، نخواین که مثلا به عنوان یه سیتیزن که من آمریکا چی میخواد من بده، بگو من چیکار میتونم واسه آمریکا بکنم. درسته؟ این حرف خیلی مهمه که من چیکار میتونم بکنم. این حرف مردم باید باشه. در هر جایی که من چه خدمتی میتونم، من اینجا اومدم تو این دنیا چه خدمتی میتونم بکنم، چه لگاسی میتونم داشته باشم به قول معروف که از من بمونه، کار خوبی کرده باشم. اگر این میشه خدمت. من دنبالی نباشی که چیزی بهت بده، دنبال ایثار باش. ایثار خیلی مهمه در عرفان. حالا وقتی که لا از حد انسانی، وقتی تو گفتی لا، تو میری اگر که مقدماتشو نرشته باشی میری در وادی حیرت. در وادی حیرت هم اگر که طلب و عشق و معرفت و غیر معرفت و عشق و اصلا با شما استقنا و توحید طی نکرده باشی، یعنی تجربه نکرده باشی این وادی ها رو، در وادی حیرت بیفتیم و اول دیوها و غولان تو رو میگیرن، در بیابانی هستی که گم میشی. درسته؟ میشه وادی حیرت. این وادی حیرت فرق داره اون وادی حیرتی که عارف بهش میرسه. این وادی حیرت جهله. بنابراین بلافاصله وادی، یعنی که آقا همه چیز رو نفی بکن و بیا وارد وادی عرفان باشه، این نفس رو بکش. یا شما میگوش که بکش این نفس رو. آقا چی بکش این نفس رو؟ خداوند نفس رو داره که از لذت ببری، هر چیزی جایی داره. یعنی چی بکش این نفس رو؟ میری تمام چیزا قربانی میکنی، میری در وادی حیرت. در وادی حیرت هم قولان میگن. یکی از قولان خود همون شیخ خانقاه، یکی از اون قولان که میگه 3000 دلار بیا بده ذکر یاد بدم، یکی از همونا خودش میگیره تو، در بند این قولان میافتی. بنابراین اگه نمیخوای بیافتی تو بند قولان، در وادی حیرت نیا بیافتی، باید چیکار بکنی؟ مسیرش رو سنایی میگه پس از نور الوهیت به الله های از اله، یعنی این که این الهایی که نفی کردی گفتی لا اله لا اله، اینا یه نوری دارن، نورشون هم از طرف خداست. این نور بگیر مثل ابراهیم و برو جلو تا برسی به الله. کنترل سیستم تو چیه؟ تو جاده باید حرکت بکنی. کنترل سیستم تو الاست، یعنی هر جای دیدی که داری خیلی شیفته بشی بگو الا، ولی دنبال اون نور برو، دنبال تمام چیزهایی که خداوند داده تا دنیا برو، منتها یاد الا باش. میشه کنترل سیستم. شما جاده ماشین که حرکت میکنه دو چیز احتیاج داره. یکی احتیاج به سوخت داره، انرژی که بره. یکی دیگه احتیاج به فرمون داره، کنترل سیستم داره. درسته؟ کنترل شما الا هستش. ولی اون چیزی که شما رو میبره، هی وسط راه وامیستی سوخت بنزین میزنی. کجا بنزین میزنی؟
سر این ایستگاه‌های اله وامیسی بنزین میزنی. پس نور الوهیت و الله های بیا تو خونه الله. ولی تو ایستگاه اتوبوس وانه هست اونجا، فکر کن که اینجاست. تو ایستگاه پمپ بنزینی اونجا محل تو نیستش. تو پمپ بنزینی باید واسه بنزین بزنی. به الله های از الله ز راه دین توان آمد به صحرای نیازرنی، به معنی که رسد مردم گذر ناکرده بر اسما. اسما رو باید تجربه بکنی، اسما رو خداوند خلق کرده، باید اسماشو بدونی، علمشو بدونی، بهت یاد ده در فطرت تو هستش، چون در فطرتته، باید در فطرت در عقلت هم بیاد. میشه اسما، علم الاسماء کلها، اسما به ما یاد داده. درسته؟ بنابراین از این اسما نمیتونی رد بشی، بایپاس بکنی، از توش بردار بشی. کلهم واردها، باید همه وارد بشن. مشکلات هم داره، واقعا مثل جهنم میمونه. به معنی که رسد مردم گذر ناکرده از اسما، یعنی این دنیا تمامش نسبت به اون عالم میشه اسما. درسته؟ همونطور که لغت گل نسبت به لغت کاف و لام گل، اسم کاف و لام اسمه ولی واقعیتشون گله. حالا این گل هم اسمه، واقعیتش یه گلی است در یه عالم دیگری که کهنه کجا میرود، نوزه کجا میرسد، از یه جایی داره میرسه. این گل که هر روز هر بهار میاد باز دوباره خزان میشه میره، این اصلش کجاست؟ معناش کجاست که اینجا هی میاد و میره؟ این اسمشه. درسته؟ از این اسم گرامری میرسی به اون واقعیت فیزیکی. این هم یه مرحله است. این اسما یعنی همین این. از این بره به معنی گل برسی. یه معنی داره گل. گل اینجا خلق کردن که یه معنی در دل تو بیاره. از زیبایی، از عیسی. به مولانا فهمیدیز گل بپرسم، این راز از که پرسیدی ز شمع سست بخندد ولی کجا گوید، که گرچه مست بود گل خراب نیست چو من، که راز نرگس سرمست با شما گوید. با گل صحبت میکنه، میفهمی که این گل چیه. شیخ محمود این گلی درست میکنه از این گل که این گلش یه مرحله بالاتر، میگه عیون نرگس او جمله بیناست، زبان سوسن او جمله گویاست. در گلشن راز از یه گل سوسنی خلق کرده، یه ازم بزرگ شما نرگس سوسنی خلق کرده که حرف میزنه با شما. بعد 750 سال داره به شما صحبت میکنه شیخ محمود و گلاش هنوز در او از باغ دل گلها شکفته است که تا اکنون کسی دیگر نگفته است. در آخر گلشن راز میگه. بنابراین این گل معنی اون گله، بنابراین هم میگه اسما. ولی میخواد به معنا برسی، از این اسما که تو این دنیا هست باید عبور بکنی. بنابراین عرفای ما خیلی تجربه میکردن این دنیا رو. پیامبر فرمودن که تمام پیامبر گفتن من از دنیای شما عطر و زن و نماز رو برداشتم. این هر سه مهم هستش. حالا زن منظوری هستش که اون رابطه انسان با عالم سکون در این عالم هستش، این عنصر فمینین هستش که این عنصر فمینین گاهی اوقات هم در مراد پیدا میشه. خدمتتون عرض کردیم در مراد همین عنصر هستش. شیر میده به مرید خودش، ز شیر سینه عارف بجوشد این شیره. این شیره شراب عرفانی از سینه شمس میاد به دهان مولانا جاری میشه. این هم یه نوع مادر بودن، بهش میگن میل مادرینگ. درسته؟ این هم این تجربه است. این تجربه پیامبر کرده تو دنیا و مولانا هم کرده. مولانا تجربه داشته با همسر خودش به معنی، هم به یه معنی دیگری با شمس تبریزی اون شیره عرفان رو از سینه او گرفته. نکتار آف لاو از اونجا گرفته. بنابراین باید تجربه کرد به معنی که رسد مردم. این معنی شعر حافظه که گفتش که ظهوریان بهشتی چه ذوق دریابد، هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. به معنی که رسد مردم گذر ناکرده
بر اسما درون جو. ولی با حواست باشه که اگر تو اینجا بری و عاشق بشی خیلی خوبه، ولی اگر که شهوتناک بشی فرق داره. فرق شهوت و عشق در این هستش که در عشق ایثار هست، در شهوت ایثار نیست، خودخواهیه، بهش میگن صفرا، اون یکی سوداست. درسته؟ منبع چیز قدیم معتقد 4 خلط هستش و اون خلطی که شهوت ایجاد میکنه صفراست، اون خلطی که عشق ایجاد میکنه سوداست. گوش که درون جوهر صفرا همه کفر است و شیطانی، گر سودای این باشد، حتی اینجا باید بشه دین، گر سودای دین باشد، دین یعنی عشق، دین اعتقاد میشه عشق. گر سودای دین باشه، اینا نمی چیزه غلط خلوط زیاد داره. نه تنها این، حتی اون نسخه‌ای که به آقای رضوی تصحیح کردن بازم غلط زیاد داره. از جمله این دین هستش که از سودای دین باشد قدم بیرون نه از صفرا. از صفرا بیا بیرون. خمهاست از این باده، خمهاست از اون باده. باده از صفراوی هستش، سودایی هستش. سودایی طرف عشق میکشه تو رو. عشق اونه که تو واسه معشوق میخوای، نه واسه خاطر خودت. این شعر سعدی رو چند وقت پیش از تهران من تلفن زدن که معنی کن. رفته بودم بالا اساتید و اینا که این شعر معنی کن. شعر ساده است، انقدر ساده است که اصلا کسی فکر نمی‌کنه میخوام معنی بکنیم. ای کاروان منزل نکن جز در دیگر، ای کاروان آهسته تر کلام جانم می‌گوید. و میرسه به اینجا که گفتم بگریم تا ابل چون خلف فرو ماند به گل. میخواستم که معشوق نره، گفتم که گریه بکنم تو این شطوره باش با کاروان داره میره بمونه اینجا. گفتم بگریم تا ابل یعنی شطور چون خلف فرو ماند به گل، این نیز نتوانم که دل با کاروانم میرود. حالا میپرسیدن که این چیه؟ ما رفتیم پلو اساتید و اینا اینجور معنی کردن. حالا بعضی که معنی نکردن، بعضی که معنی کردن اینجور معنی کردن. اساتیدی که اونجا بودن که یکی از کسانی که به سعدی درس میداد تلفن زد و که چون دل با دلی که انسان گریه میکنه و دل من داره میره، چون که ای کاروان آهسته کارم آن دل که با خود داشتم با کاروانم میرود، چون دلم داره میره بعد گریه هم نمیتونم بکنم. این معنی کردم و اکثرا همین معنی رو کردم اونایی که معنی کردم. ولی این نیست معنیش همیشه صناعی هم خدمتتون میگم. من وقتی میخواستم برم پاریس از تهران، مادر جان من گفت برو. خیلی ساده میتونست گریه بکنه و من نرم. خیلی ساده میتونست کار بکنه. من خیلی آدم مادر جان دوست داشتم و نمیتونستم تحمل بکنم که او گریه بکنه. اگه گریه میکرد من نمیرفتم. و اونم دلش میخواست که من نرم، چون که مادر دیگه، مادر بچه بزرگ کرد و دل میره اون طرف. قدیما که نمیشه بلافاصله هر ماه هر سال بریم. ما رفتیم 7 سال نیومدیم. درسته؟ ولی من گفت برو. یعنی میخواست گریه بکنه که من میتونست و گریه بکنه که من نرم، ولی نکرد. این نیز نتوانم که دل با کاروانم میرم. دلش با من بود. یعنی میگوش چون تو دوست دارم، چون تو بچه من هستی، تو میخوای بری پاریس، برو. من به تو میگم برو. دلم با توه. این معنی شعره. این معنی عشقه. اگه گریه میکرد که من اونجا بمونم میشه چی؟ صفرا. میشه شهوت. میشه خودخواهی. که من تو رو بچه رو میخوام بزرگ کردم واسه خودم. درسته؟ و اینکه من تو رو بزرگ کردم واسه خود، این ایثاره. که سعدی هم میگه من نمیکنم این کارو. میتونم گریه بکنم که نره. ولی این کار نمیکنم که دل با کاروانم، یعنی اون که داری میره دل منم با دل اونه. این نکته ظریفی هستش. و اگه شما صناعی رو اینها رو حالا میخونیم تو صناعی در مورد عیسی خیلی زیاد صحبت می‌کنه، هر خود در حدیقه و اینها نکات خیلی ظریفی است درش که توجه نمی‌کنن. یعنی دلم با کاروان داره میره، خیلی هم معنی مهملی پیدا میکنه. بعد به همین خاطر اون استادی که تدریس میکرد راضی نبود با این معنی. راضی نبود. اینجا میگه که فرقش اینه که یکی صفراست، یکی سوداست. سودای دینه، سودای عشقه.
درسته؟ که از سودای دین باشد قدم بیرونه از صفرا، از این بیا بیرون، بگذر از این که مال من خودم میخوام. این میشه صفرا. چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندر این پستی، قفس بشکن چو طاووسان یکی برپر بر این بالا. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دار امن دار ملک ایمان را مجرد بیند از قوقا دوماد. و عروس موقعی حجابش رو برمیداره که در حجله با دوماد خلوت کرده. موقعی که همه هستن که حجاب رو بر نمیداره، که در اعظم بزرگش وقتی خلوت کرد و کسی دیگری نبود، مجرد بود از قوقای عروسی و اینها. این دنیا دنیای عروسیه، همه هستن. نمیشه که عروس هست تو شما باید دل بدی بهش، تنها باشی، از روی ریا نخونی، یعنی فکرات نکنی که من قرآن میخونم یه عده دیگه هم بفهمن. اینجا باید تو باشی و اون. عروس میمونه، با عروس خلوت کردی، من حجابش برمیداره. حالا اگه بگی من قرآن میخوام بخونم که بعداً درس بدم و بگم که من چقدر قرآن رو حضور ذهن دارم خیلی حضور کنم، اون حجابش برمیداره، تو نشون نمیده. حافظم خودش نشون نمیده. حافظم خودش نشون نداده به مردم، بین اینایی که از حافظ خواستن خال و خاشاکی درست بکنن. نشون نمیده. من این حروف نوشتم چون که غیر ندانست، نه غیرن تو هم ز بحر روی کلامت چون بخوان که تو دانی. بنابراین باید مجرد بشی. شادمان پدر فرمودن چه خوش است یک شب بکشی هوا را، ز خلوص خانی به خلوص خانی ز خدا خدا. به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا. این کتب ریا که من کسی هستم و اینها رو باید بندازی تو آتش، وگرنه قرآن خودش به تو نشون نمیده. بمیره دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت. پیش از ادریس پیغمبر قبل از مرگ رفت به بهشت، درسته؟ بنابراین یک موتو قبل ان تموتی که حدیث پیامبر هستش، قبل از مرگ این تجربه رو داشته باشین تا بتونین زنده بشین. یعنی از یه چیزهایی، از یک تمنیات، از صفرا باید بمیریم. ما در این وسط عالم صفرا گیر کردیم و این بهش میگن پرهیز. تو انگلیسی بهش میگن ریتریت. یعنی یه خودت بکش خودت کنار. در مسیحیت 40 روز ریتریت دارن. همین لنتشون همین ایام شروع میشه، مثلا 40 روز شروع میشه. 40 روز قبل از گود فرایدی، یعنی عید پاک، جمعه عید پاک، 40 روز قبلش میشه یک چهارشنبه که اون چهارشنبه رو بهش میگن اش ونزدی، که از اون چهارشنبه تا عید پاک 40 روز میشه و این روزه میگیرن، بهش میگن ایام لنت. بعد ریتریت بکنن، بعد شهوت نداشته باشن، معاشرت نداشته باشن، خیلی کار نباید بکنن. قبلش میگن که حالا که اینجوری شد پس قبلش خودشون ایندالج میکنن، اسمش هم ازش ماردیگرا، یعنی سه‌شنبه فت تیوزده، یعنی سه‌شنبه چرب و چیلی. دیگه اون سه‌شنبه شما باید برین برزیل تا اون جشن‌ها رو ببینین. تو حافظم به این ماجرا اشاره می‌کنه که قاهره مسلمان‌ها یه مدت این کارو می‌کردن. در ماه شعبان مده از دست قدر که این خورشید ز نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. من هر چی اشتراک می‌خوای بکنی بکن. ولی اون شعر حافظ البته معنی دیگری داره که چندین بار خدمتتون گفتیم. ولی در اینجا عروس عجب نبود گر بمیره دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی. اگه می‌خوای واقعا زنده بشی، به عشق زنده بشی، معنی زندگی رو درک بکنی، باید از صفرا بمیری، باید پرهیز بکنی از صفرا. تو زنده میشی، میفهمی یعنی چی، میفهمی عشق یعنی چی. یه کسی بود در پاریس، خیلی جوان خوشتیپی بود، دیگه از ایران اومده بود و اونجا حسابی میتازون دخترای پاریسی و اینا، خیلی میتازوند اینا. بعد یکی از دوستی‌هاش نشسته بود توی کافه و داشت گریه میکرد. بعد یه دوستی داشتیم گفتش که مثلا پرویز کامبیز اینا، تو چرا گریه میکنی؟ تو که وضعیت خیلی خوبه،
تو که هم پدر مادرت پول زیاد واسه میفرستن اینا، اینجا هم که خیلی خوشتیپی و تو پاریس خوشتیپی و تو پاریس و اینا دیگه چی میخوای دیگه؟ گوش که نه، من گاهی اوقات مثلا با یکی مثلا میرم با یکی از این دختر خانم‌های زیبای پاریسی اشرتی میکنم، همش ناراحت هستم که من 10 تا اپورتونیتی دیگر از دست دادم. این یعنی دنبال کوانتیتیه، عشقو نفهمیده، رومانس هم نفهمیده یعنی چی. تو سفلا گیر کرده، سفلا میگه به کسی نمیده، هیچ لذت نمیده، آخرش گریه است. درسته؟ هر چقدر داشته باشی به اون میرسی. به خدایی میگه به خدا اگر کسی تواند بود بی خدای از خدای برخوردار. از نعمتهای خدا تو نمیتونی بدون خدا برخوردار بشی، هیچی به تو نمیده. درون جوهر سفلا همه کفر است و شیطان، هیچی به تو نمیده. دست تو نمیده، گولت میزنه، مثل تو داستان گوته هستش، اون داستان چیه؟ دکتر فاست. دکتر فاست بهش چیز نداد. بنابراین این دنیا هم به تو نمیده. عارف از این دنیا هم لذت میبره. عارف انگوری که میخوره ازش لذت میبره. 1000 میگن که عارف اگر که یک حب انگور بذاره در دهنش انگار که یک تاکستان انگور خورده. این حال عارفه. و پیامبر وقتی که انگور میخوره لذت میبرد، به خاطر اینکه فقط در عشق میشه لذت برد. در سفلا نمیشه لذت برد. در سفلا با غم میده. بنابراین گفتش که این معنی مردن یعنی پرهیز کردنه. از چیز دون پرهیز بکن تا به عالیش برسی. که 200 چین مردن بهشتی گشت پیش از ما به تیغ. حالا میخواد بمیری؟ با چی باید بمیری؟ با تیغ عشق. با تیغ عشق یعنی غم عشق آمد و غمهای دیگر پاک ببرد. غمهای دیگر تو از بین میبره، تمام مشکلاتت حل میشه. تیغی هستش که میاد سر تمام اون شیاطین رو میبره، سر تمام اون هواها رو میبره، تمام چیزهایی که تو رو سفراها رو میبره، ولی به تو واقعا لذت میده. یعنی کسی که عاشق همسرش هستش این بسیار بیشتر لذت دنیوی هم میبره تا کسی که نیست، تا کسی که دنبال شهوت هستش. این خیلی مهمه. ابن عربی در فصوص الحکم که به انگلیسی هم ترجمه خوبی شده زیر نظر آقای بورکارت، میگه که در این عالم مادی، در این عالمی که ما هستیم، هیچ چیزی نزدیکتر به عشق الهی نیست از عشق زن و مرد به هم دیگه. اگه عشق باشه که باز فرق داره با شهوت. گفتش سعدی که عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. اگه این اصلا فرقش بده، وقت عشق در داخلش شهوت هم هست. ولی شهوت به ما دادن واسه چی؟ شهوت به ما دادن که باهاش عشق بسازیم. درسته؟ مثل آرد با کار بکنی روش. درسته؟ وگرنه میخوری گندم همجوری بخوری، بعد این اولا آسیابش بکنی، خمیرش بکنی. چقدر باید کار بکنی روی تو بشه نون. و نونی میخوری. نون آدمی زیاد میخوره. ولی گندم نمیشه خورد. این گندم اون چیز خامیست که شهوت دادن و مردم میخورن و چیز میگم بیماری‌های مختلف روانی میگیرن که معادلش معادل جسمانیش هم هستش. بنابراین شهوت خیلی چیز خوبی است، به ما هم دادن که روش کار بکنیم. شهوت رو دادن، کمیت رو به ما میدن که از این کمیت اینو تبدیلش بکنیم به کیفیت. میشه حرکت جوهری که مولا صدر صحبت میکنه. حرکت جوهری، هر چیزی حرکت جوهری داری. شهوت میره به طرف عشق، میشه حرکت جوهری. مردی از من پرسید تا درخت انگور چند ساعت راه هست. این حرکت جوهری. یعنی چقدر باید حرکت بکنید تا به درخت انگور برسیدتون؟ سهراب سپهری گفتش که باید امشب بروم، باید امشب چمدانم را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد. این کسی هم با شما نمیاد تو این مسیر. باید تنها برداری و بری به درخت انگور برسی، به اون تاکستان برسی. تا به اون نرسی، به اون معنا نرسی، ولی از توی اسما باید رد بشی. بنابراین با تیغ عشق، یعنی عیسی، به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی که از شمشیر بویحیا خبر ند هر کس از احیا. اگه که بویحیا که اسرائیل باشه آمد شمشیرش کشید دیگه مردی، اونجا زندت نمیکنن. باید اینجا زنده بشی.
اینجا باید بال در بیاری بتونی پرواز بکنی اون دنیا. اینجا باید دست سخاوتت باز بشه تا اونجا بتونی چیزی رو بگیری وقتی ایثار میکنن. اینجا باید پای طلبت قوی بشه تا بعد اونجا وقتی میگن بیا، آنکه او پای ندارد، آنکه او دست ندارد چه برد وقت نثار، وانکه او پای ندارد گهی خیزان چه کند؟ به قول مولانا بنابراین نداری، اون دنیا هم پای نداری، چشمم نداری. من کان اعما فی هذه فهو اعما فی آخرته. اینجا کور باشه اونجا هم کوره. بنابراین چشمش باید اینجا باز بشه، دستش باید اینجا توانایی پیدا بکنه. بنابراین چه داری بهر بد مهری، چه داری مهر بد مهری کزو بیجان شد اسکندر، چه بازی عشق با یاری کزو بیمرگ شد دارا. حالا گفتش که حافظ اینو ترجمان کرده، گفتش که چی گفت حافظ؟ که سکن که بهرام نه بهرام است و نه گورش، که من گردیدم این صحرا کمند صید بهرامی بیفکن. جام می بردار، جام این کتاب صنایع رو بردار، اینو بگو، این مستت میکنه این راه عرفان. کمند صید بهرامی که اینو بخرم اونو بخرم قیمتش میره بالا، اینا صید بهرامیه، یه گور خیلی شکار میکنی. بیفکن جام می بردار که من گردیدم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. چه بازی عشق با یاری کزویه با یار، یعنی چی؟ با اون جاموسوار و مازیار یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن، سکندر رو لو دادن، درسته؟ ولی یارم بود که یار دارا هستن، یار دارا نیستن. این تمام ثروت تو و چیزایی که فکر میکنی یار تو هستن، اینا دشمن تو هستن، یار تو نیستن. معترض به زنگار که بشی میان طرف دشمنت. بنابراین چه بازی عشق با یاری کزو بیمرگ شد، اسکندر فکر میکرد که یارشه، کزو بیمرگ شد دارا. سر یه جای دیگه میگه سر آلبرسلان دیدی به رفعت رفته بر گردون، دیدی آلبرسلان دیگه بزرگتر آلبرسلان که نبود، جنگای صلیبی رو رفت و پادشاه روم رو گرفت و اینها. سر آلبرسلان دیدی ز رفعت رفته بر گردون به مروا تا به خاکندر سر آلبرسلان بینی. دلا تا که در این زندان فریب این آن بینی. هفته پیش خوندیم یکی زین شاه ظلمانی برون تا جهان بینی. گر سودای اون چقدر قشنگ سودای استفاده، گر سودای آن باشه، اینجا آنه، گر سودای آن باشد که از این سودا برون آیی، یعنی از سودای مادیت، سودای بازار بیرون بیای، این همین سوداییه، سود زیان این دنیا، اینم سوداست. گر سودای آن باشه، اگه اینو داری، اگه واقعا میخوای، شما نمیخوای بخری، رفتیم توی مغازه و آقا شما اهل خرید این کالا نیستی، برو این قالی واسه شما گرونه. میگه اگه که اهلش هستی بیا. گر سودای آن باشد که از این سودا برون آیی، یعنی از این سودای دنیوی بیای بیرون. زهی سودا که خواهی یا فردا از چنین سودا. چه سودایی میکنی؟ از این سودا، کدام سودا؟ که از این سودا بیای بیرون. از این سودا بیرون اومدن یه سودایی است. درسته؟ اگه این سودایی داری که از این سودا بیای بیرون، چه سودایی خواهی کرد؟ چه سودها خواهی کرد؟ زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا. ز بهر کشت آنجا راست اینجا کشتن آدم، ز بهر زاد آنجا راست اینجا زادن حوا. تو پنداری که بر بازیست این میدان چون مینو، تو پنداری که بر هرزه است این الوان چون مینا. که بعضی از اینا میگن که رها کن، اینا همش نقش فریبه، نیست، بیهوده نیست، باید نگاه بکنی تو از توش رد بشی به او برسی. اینا اون اله ها هستن، بیهوده نیستش. تو پنداری که بر بازیست این میدان چون بیمینو، میدانی که مثل بهشت هستش این دنیا. تو پنداری که بر هرزه است این الوان چون مینا. بعد این بیت باید بعدش باشه، ز بهر کشت آنجا راست اینجا کشتن آدم. این دو بیت جاش
تغییر میکنه. ز بهر زاد آنجا راست اینجا زادن حوا، که این بیت معنی اینکه بیهوده نیست. وگر نز بهر دین استی در بنددی گردون، وگر نز بهر شرع استی کمر بگشایدی جوزا. این فقط یه جور معنی میشه، اونم که سوالی بخونیم، اینجوری بخونش: وگر نز بهر دین استی در بنددی گردون. اگه گردونی که اینقدر آزاده ولی در بند توه، در بنده، این در بند حرکات بخصوص یه کاری که باید انجام بده انجام میده، درسته؟ از شریعت خودش و طریقت خودش پاش بیرون نمیذاره، این بندشه. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر دینشه که اون هم دین دارن. تمام موجودات عالم دین دارن، بقیه از ما که طغیان کردیم، عصیان کردیم. و وگر نز بهر دین استی در بنددی، وگر نز بهر دین استی در بنددی گردون. مگر به خاطر دین نیستش که اگه دین نداشتش که هر جایی میخواست میرفت؟ دینی داره که این رو مسئله خودش حرکت میکنه. وگر نز بهر شرع استی کمر بگشایدی جوزا که کمرشو باز کرده گذاشته مقابل تو، جوزاش سحر نهاد همایل برابرم، یعنی غلام شاه هم و سوگند میخورم. یعنی جوزا میتونه تیر بزنه به تو، نمیکنه. کمرشو باز کرده در خدمت توه. آفرینش نثار راه تو اند، بر مچین چون خسان ز راه نثار. تمام اینا بندگان ما هست، حلقه در گوش ماه رو انجام کن. حلقه بندگی تا کنندت به بندگی اقرار. و اینا بندگان ما هستن. چرا بندگان ما هستن؟ به خاطر شرعه. وگرنه این کمرشو از تیر میزد، درسته؟ تیر میزد. و تیر میزنه به کسی که در شرع نباشه. و آفرینش هم واسهش منظم نیستش، کیاتیکه، کیاسه، نداره واسه اون کسی که دین نداره. این دنیا اصلا هیچی نداره، بی سر و سامونه، درسته؟ بنابراین وگر نز بهر شرع استی کمر بگشایدی یعنی کمرشو باز میکنه میذاره جلوی تو، یعنی در خدمت تو هستن. چون کمری که بسته کمر حکمرانی داره دیگه، جوزا که مقابل حافظ این کاری کرده. جوزا سحر نهاد، از تو اینجا حافظ وقتش میده به شاه که میگه غلام شاه هم، ولی فی الواقع غلام انسان. جوزا سحر نهاد همایل برابرم، همایل کمرشو باز کرد، یعنی که ما کسی نیستیم، درست شاهیم تو آسمون ولی در خدمت تو هستیم. او ستده پیشکش این سفر، از سرطان تاج و ز جوزا کمر. نظامی گفت، درسته؟ این جوزاش از کمر گرفت. وقتی ما حرکت بکنیم کمر داره، کمر پادشاهی حکمرانی داره جوزا، و سرطان تاج پادشاهی داره. و اینا تمام میاد در خدمت تو قرار میگیره اگه در بند دین و شرع باشی. ادبیات مشکل این یکیش اینه که فقط اینجوری معنی میده که شما سوالی بخونید. چو تن جان را مزین کن به علم دین، که زشت آید درون سو شاه اوریان و برون سو کوشک پر دیبا یا در دیبا. اشاره بکنم داستان داره؟ کدام داستان یاد شما میندازه؟ از هانس کریستیان اندرسون. بله؟ شاه لباس علکی دوختن. بله لباس نوع پادشاه که اینا اومدن گفتن که یه لباسی، البته این داستان هم 200 سال قبل از هانس کریستیان اندرسون شیخ بهایی توی موش و گربهش میگه، این کتاب در موش و گربه، اونجا داستان میگه که درویشی بود اینا که یه کلاهی مندیل خیال داشت واسه سلطان، واسه دوخت که این کلاه بزنید سرت و به بی کلاه پادشاه رو برد اون وسط. اینجا بی لباس، داستان مندیل خیال توی موش و گربه شیخ بهایی. و اینجا این اشاره نشون داستان خیلی قدیمیه، ولی داستان حتی از صنایع هم قدیمی‌تر برمیگرده به اساطیر خیلی قدیم چینی. در اساطیر چینی خیلی از همه قشنگ‌تره. در اساطیر چینی این هستش که چون داستان یه ورژن از هانس کریستیان اندرسون داره، 200 سال قبلش شما می‌بینید در شیخ بهایی داستان هستش، داستان مندیل خیال، و خیلی قبل‌ترش در چین هستش. در داستان
شیخ بهایی این هستش که توهین کرده بودن به یک صوفی و این صوفیه خودش به صورت یک خیاطی در میاره، میگه من یک مندیلی یعنی یک کلاهی درست میکنم که اینجوریه و اینجوریه، ولی فقط آدم‌های اعظم بزرگ شما حرامزاده نمیبینن. درسته؟ و هیچ کس جرئت نمی‌کرده بگه من نمیبینم، همه اطرافیان پادشاه هم میگفتن ما ببینیم، خود سلطان هم میگفته ما میبینیم. مثل داستان لباس نو پادشاه مال هنس کریستیان اندرسن. ولی اینجا نقطه ادب شرقی داره، پادشاه اوریان نمیفرسته، فقط بی کلاه میفرسته، اونجا اوریان میفرسته وسط میدان. در داستان چینی چه شکلیه؟ داستان چینی خیلی قشنگ‌تره. در اونجا آبرو سلطان میره، آبرو سلطان میره و به چیز میره، به اعظم بزرگ لباس میده وسط میدون، آبروش هم میره. و داستان چینی خیلی قشنگه، اینجا حکمت کنفوسیوسی توش هستش. گفتش که سخن که از بحر دین گویی چه عبرانی چه سریانی، مکان که از بحر حق جویی چه جابلقا چه جابلسار. ببینید که این حرف درستش توی اصل چینیشه که در اونجا وقتی که این خیاط شیاد میاد و اون لباس دروغین رو دیگه همچین لباس دوختم و اینا واسه سلطان و فقط آدمای اعظم بزرگ حرامزاده نمیبینن، آدمای ابله نمیبینن، به هیچ جرئت نمیکرده بگه من ابلهم. این پادشاه میگه به به عجب لباسی به این خوبی که من دارم و همه میگن که به به چه لباس قشنگی، برم پلو نقاش نقشمو بکشه. مثل که الان میرن پلو عکاس عکس میگیرن، برم پلو نقاش، میری پلو نقاش هنرمند حقیقت رو میگه. درسته دیوبنده، تا خبر یافت از هنرمندی دیوبندی فرشته پیونده. بنابراین دروغ نمیگه. هنرمند یکی از خصوصیاتش اینه که دروغ نمیگه. نمیتونه دروغ بگه، اگه دروغ بگه هنر نمیشه. اگه هنر آشغالی که بازاریه. شما اگر که میخواین شعر بگین، یکی از مشکلات شعر گفتن اینه که انسان دروغ میگه. تو شعر نمیشه دروغ گفت. اگه دروغ بگی شعر نمیشه. درسته؟ نمیشه شعر نمیشه دروغ گفت. شعر بد میشه. ماهیت هنر با دروغ سازگار نیست. بنابراین میره پلو هنرمند میگه منو نقاشی منو بکش. اینم همون جوری که بوده میکشه، میگه این نقاشی تو نگاه میکنه میبینی که لخته و نمیره تو روی جمعیت. به همین خاطر هستش که همیشه شما باید یک هنرمندی، یک دیوبندی، فرشته پیوندی همراه شما باشه. بنابراین گفتش که ما اگر که این دنیامون رو آراسته میکنیم و زیور میکنیم، ولی جانمون رو هم باید شاه وجود ما، اون جان ماست، اونم باید لباس داشته باشه، اون اوریانه. بنابراین چون تن هم که تنت رو مزین میکنی، خود رو زینت و کمل کل مسجد، وقتی وارد مسجد میشین زینت بکنین. گفتن جسمتون رو زینت بکنین و پیامبر خیلی لباس آراسته میپوشیدن. این خیلی کار خوبی است، ولی در این حال جانتون هم باید زیور بکنین و لباس بپوشین بهش، چون تن جان را مزین کنین، جانتون هم مزین بکنین به علم دین، به علم عشق، به علم دین که زشت آید درون سو شاه اوریان و برون سو کوشک پر دیبا. اگر سوال داشته باشین در خدمتتون هستم. بقیه این ابیات رو میذاریم برای هفته دیگه. این قصیده رو نمیشه گفتش که مپرس از من حدیث زلف پرچین مجنبانی زنجیر مجانین. نمیشه، حدیث زلف جانان بس دراز است. اینجا کوتاه نگمان کرد که این قصه دراز است. این ماجرا نمیشه این قصیده سنایی رو در یک جلسه تمام کرد. اگه سوال داشته باشید در خدمتتون هستم. حدیث زلف جان بست دراز است، چه میپرسی ز من کان جای راز است. چه میپرسی بله حدیث زلف پرچین، مپرس از من حدیث زلف پرچین مجنبانی زنجیر مجانی. زنجیر دیوونه ها تکون ندین که از زنجیر میاد بیرون. اینه که این شعرهای سنایی تکون دادن زنجیر مجانینه. دوستان مست شدیم با سنایی؟ بله؟
سوالی اگه هست در خدمتتون هستم. من توی این شعر قبلی برای من مهمه که بتونم همون کانتکست سوری شعر اول بافت اون معنای اولین معنای شعر بعد همیشه باید اینجور باشه. بعد به اون معنای بالاش برسم. این میگه که وگر نز بحر دین استی در اندر بنددی گردون. این در اندر بنددی گردون این در واقع بافت لفظیش چطوره؟ اول سوالی میکنیم وگر نز بحر دین استی در اندر بنددی گردون. در اندر بنددی در بند هست. در اندر بنددی یعنی در بند هست. آها در بند هست. مگه تو نمی‌بینی که گردون در بند قوانین نیوتنیه؟ وگر نز بحر شر استی کمر بگشایدی جوزا. این بین جوزا و بین کمر بستن که شما گفتین در اشعار حافظ و در اشعار همه شعرا هست، بین جوزا یک از ماهای سال یا بله یکی از هفتاست دیگه، 7 صورت فلکیه که میشه ماه اردیبهشت. ماه اردیبهشته ولی در این حال یه صورت فلکیه. درسته؟ این صورت فلکی رو تشبیه کردن که تیر میزنه. جوزا تیر میزنه. درسته؟ تو انگلیسی هم شما میبینین که همین خصوصیت داره. بنابراین جوزا همایل داره، گاهی اوقات هم جعبه تیر داره، گره اندر چیز کمر ترکش جوزا فکر کنم حافظ میگه. درسته؟ گره در بند کمر ترکش جوزا فکر کنم. خودم تیر فلک باده بده تا سرمست بیام گره بزنم که نتونیم ما تیر بزنیم. و یکی جعبه تیر داره که تیر میزنه، یکی هم یک حاکمه مثل سرداری میمونه و کمر داره. کمر حکومت داره، چون این کمرهای کج میگن نه کمر خدمت. این کمرهایی بوده که حکام داشتن، پادشاه داشتن. این کمر که خیلی هم موثر بوده. این کمر سودا. وقتی قدیم میرفتن جلوی پادشاهی اون باید کمرش باز میکرده و میداشته اونجا، یعنی من در خدمتم. حضور میخوام یک نوع کمر بستن دیگه هم که هست که گفتین که مثل لا کمر ببند، یعنی کمر خدمت. اون دیگه است، اون چیز دیگه است. کمر بست و این کمر اینجوری میبندن، مال زناره. درسته؟ زنار افقی میبندن. ولی این کمر اوریبه، از این دوش به این دوش میاد. این کمره. درسته؟ این کمری که میگن علامت سرهنگ بودنه و علامت حکمران بودنه، این کمر با اون کمر زنار فرق میکنه. این کمر رو باید پیش شاه از خود دور کرد و باز کرد. این کمر باید بست، یعنی من میخوام خدمت بکنم. این دو کمر با هم دیگه فرق میکنه. خیلی عالی. قدیم شمشیرش هم در میارن، کمرش هم میذاشتن اونجا. یعنی معنیش هم بگه یعنی غلام شاه همو سوگند میخورن. سوال دیگری هست دوستان؟ بفرمایید. حافظ توی اشعارش چجوری شیوخ خانقاه رو مسخره می‌کنه؟ هر جا میگه شیخ ز خانقاه به میخانه میرود حافظ. درسته؟ خانقاه اونجایی که شیوخ بودن، شیوخ خانقاه. ولی اونایی که تو مسجد بودن اگر که مقام بالاتر بودن بهشون میگفتن مفتی، اگر که واعظ بودن با خودم بهشون میگفتن واعظ یا دانشمند. نکته‌ای دارم ز دانشمند مجلس بازپرس. درسته؟ این لغتشون. ولی شیخ قدیم به اونا میگفتن، به شیوخ خانقاه میگن. مقام خیلی بالایی هم بوده، زیر دست پیر شیخا بودن. الان تو خانقاه ها برین یه پیر دارین و پایین دست پیر یه سری شیخ هست که اینا عمر خانقاه میگردن. اینا میگه شیخ خانقاه. درسته؟ فرق داره با امروزی که این لغت شیخ به این معنی خیلی جدیده، یعنی از زمان قاجاری است که به عنوان احترام به اینا گفتن، یعنی شیخن یعنی که با سوادن و مشهورن و اینا، به این معنی گفتن، معنی مثبتش گرفتن. ولی بعد آن مثلا معنی بعضیا یه معانی دیگه میکنن. بنابراین در لسان حافظ وقتی میگه شیخ یعنی شیوخ خانقاه. ولی پیر خانقاه براش احترام قائل. بعضی اوقات مثلا پیر مغان وقتی میگه یعنی اون پیر واقعی، پیر وارسته که مثلا شیخ دادا بوده در یزد، حافظ مریدش بوده، در سرای مغان رفته بود و آب زده،
نشسته پیر و سلایی به شیخ و شاب زده. اون خوندیم خدمت دوستان. این داستان خانقاهی بوده که رفته و حافظ خدمت کرده در اونجا. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کلاه چرت بسته هاب زده. که شیخ‌هایی بودن که اونجا خدمت میکردن، در بندگیش بسته کمر، اینجا بسته کمر، ولی ز طرف کلاه. این داستان شیخ چیزه پیر دار. این بودن شیخ‌های وارسته هم بودن، پیران وارسته هم بودند. شادروان پدر فرمودند به خانقه صوفیان زاهد اگر همه مکر و شیک کردند، بسی سخنهای نغز و چی ز صوفی باصفان شنیدم. صوفی باصفا بودن از قدیم. خود مرحوم پدر یک صوفی استادشون بودن، آقا بزرگ خراسانی که خدمت ایشون بودن و خیلی و بوده، همه داشتن. ولی خیلی اوقات این صوفیان باصفا زیاد معروف نبودن، یه خانقاه خیلی بزرگی نداشتن. گاهی اوقات هم بوده مثل ابو سعید ابوالخیر. ابو سعید ابوالخیر زمان خوش معروف بوده، ولی غالبا این بوده که زیاد معروف نبودن. در اولیای تحت قبابی به زیر قبه های صرف پنهان، اون افراد رو نمیشناخته. حتی شیخ ابو سعید ابوالخیر هم تحت قبابی بوده، نمیدیدنش. اون مریداش نمیدیدنش که 4 نفرش ابو سعید رو میدیدن. پیغمبر هم کسی نمیدید. این پیغمبر رو که میدیدن، اون پیغمبر رو میدیدن که تو خواب که هست دفنه، اونو میدیدن. اون پیغمبری که با جبرئیل رفت به معراج که نمیدیدن که. وقتی که رفتن مرتضی و فاروق رفتن لباس رو بدن به جبه پیامبر رو بدن به اویس قرنی، فاروق مرتضی خاموش بود. فاروق گفتش که این لباس مال تو و حبذا بر تو، ولی صد حیف که تو پیامبر ندیدی. بهش گفت آنگاه شما دیدید؟ شما دیدین پیغمبر رو؟ اگه دیدین به من بگید. و فاروق نتونست بگه. بنابراین به واسطه فاروق پیامبر به زیر قبه های صرف پنهان بود و کسی ندید پیامبر رو. عده خیلی خاصی پیامبر رو دیدن. پیامبر در کسوت ولایت محمدیش دیدن. اون افرادی که دیدن گاهی بعد از پیامبر بودن. پیامبر ندیده بودن، مثل اویس قرنی. ولی پیامبر دید. بخاطر اینکه اینها به زیر قبه های صرف پنهان. حالا اگه ظاهرا معروف باشن بازم پنهانن. قبه های ستر. این قبه درسته؟ بله. قبه یعنی همین. بله. یعنی پوشش. بله. یک سقف. بله. سقف قبه نمیشه. حتی مثلا روی شیرینی هم که میذاری قبه است. به زیر قبه های صرف پنهان. اولیا حدیثه که اولیایی تحت قبابی. این حدیثه. یعنی کسی نمیبیندشون. بنابراین اون شیوخی که اون پیری که حافظ صحبت میکنه عامه مردم نمیدیدن. حتی اگه خانقاهی هم داشته عامه مردم فکر میکنن که آدم معمولی است. مرحوم پدر یه دیگه که میشناختن. خب مرحوم پدر خیلی آدم معروفی بود. معروف بود و قرآنش میشناختن و بستسلر بود و کتاباش خونده بودن، استاد دانشگاه بود و میشناختنش. ولی یه عده خیلی کمی میشناختن پیغمبر. خیلی آدمای کمی بودن، فوق العاده کم بودن که میشناختن، واقعا میشناختن و میآمدن و هر جوری بود اینا تعداد انگشتان دست بیشتر نمیشه. من که اونجا همیشه بودم و چای میدادم یادمه که این افرادی که مرحوم پدر میشناختن، نه به عنوان استاد دانشگاه، نه به عنوان مترجم قرآن، نه به عنوان مثلا حکیم، نه به عنوان اینا، ولی اون جوهر وجودش رو میشناختن. آدم خیلی خیلی محدودی بودن و اینا هم گاهی اوقات پیامبر همین حدیث رو میگن که یه پیرزنی بوده که پیامبر رو میشناخته.
اون حدیثی که پیامبر یه موقع میگه که چی میگه پیامبر؟ میگه که علیکم بدین عجایز. یه پیرزنی بوده که اونجا میفهمه وقتی میگه خدا از کجا شناختی، میگه از این دوک شناختم. اون چهره پیامبر بوده، جزو اصحاب خاص پیامبر بوده و جزو اون گروه افرادی بود که وقتی این افراد بودن پیامبر حرفا رو میزده. بقیه که می آمدن سر پیاله بپوشن که پرده پوش آمد. اونا که پرده پوش بودن، اونا که می آمدن پیامبر از اون حرفا رو میزد، چیز دیگه میگفته. ولی حرفایی با علی و اعظم بزرگ شما کمیل و اینا میگفته که با بودردا و اینا میگفته که با بقیه نمیگفته و اونا میفهمیده. ببخشید فرمودین یادآوری کنم حرکت عارف از شرق به غرب بیبر. آها این نشد دیگه. با اول جلسه بعد می‌پرسیم. بگیم ماجرای بزنیم مثل بقیه هفته دیگه هم می‌خونیم. ماجرای اسکندر و مقایسهش با ابراهیم ادهم و حتی ما مقایسه خواهیم که ابراهیم ادهم با سیدارتا با بودا هم یه همچین سفری داره. بفهمم. ببخشید من یه خودم برداشتم از یه خود از درسی که این دفعه خوندیم حرفایی شما این می‌گین که بعضی آدما طبع خودشون یه مقدار نمیدونم کلمش جلوتر نمیدونم چجوری باید بگم طبع خودشون توی یه سری از مسائل بهتره، یعنی مثلا آدمای مهربون‌تری هستن. خب به مراتب کسی که مهربون‌تره مهربونی کسی دیگر رو بهتر می‌بینه چون به طبع خودش نزدیک‌تره. اما این خب اگه اینجوری آدما اینجوری بر هم فکر نمی‌کنم از محمد حالا بعضی موقع حرفو عوض می‌کردن. آدما از حرف محمد بعد این حرف درسته. حرفی که شما می‌زنید از حرف من درسته. نه مثلا از یکی دیگه نگاه کنی یعنی اما اینجوری یه چیز دیگه می‌فهمید. یه چیز دیگه می‌فهمه. اما این جور برداشت‌ها خیلی محدود، یعنی این اصلا برداشت‌ها ربط به تربیت یا اون آموزش نداره. این آدما طبع خودشون اینقدر نزدیک به هم هست که از همدیگه چیزا رو می‌بینن از همدیگه یاد می‌گیرن. اما این آدمای عادی نمی‌تونن اینجوری یاد بگیرن. خب اینجور آموزش گرفتن یا اصلا اینجوری نه آموزشی داده میشه نه آموزشی نه دیگه حد دیگه هر حدی هست. شما از پیامبر خیلی چیز یاد میگیرین ولی اون چیزی که اولیا یاد میگیرن اون چیزی که اویس قرن یاد میگیره فرق میکنه با اون چیزی که من یاد میگیرم. درسته؟ هر کسی یه استادیه مشفق مطلق که خان باشی بود بستر خانش در آشی بود. درسته؟ من فرینی رو میخورم شاتوبریان یک کسی دیگه میخوره. درسته؟ بنابراین هر کسی به اندازه استومک خودش به اندازه حلقوم خودش میخوره از اون غذا. بنابراین یه عده‌ای مثل اویس یه غذا سر اون سفره میخورن، یه عده دیگه مثل ما مثلا نون خوشگل برمی‌دارن میخورن. اما به طبع آدما بررسی نداره. یعنی آدم نمیشه بگی که یه سری یعنی من خودم مقایسه می‌کنم من هیچ وقت نمیتونم اونجوری که مثلا یادم حتی در حد پایین‌ترشم یادم مهربون وقتی یه کاری رو انجام میده به نظر من این کارا درست نیست که انجامش نمیدم، نه اینکه فکر کنم درستم و انجامش ندم. یعنی من درک از این که اون کار درسته رو ندارم، نه اینکه من کار رو درست میدونم و نمیخوام انجامش بدم. خب اینم هست ولی این کار شریعت همینه. یه کسی اومده میگه دین زرتشتی در 3 کلمه گفته کردار نیک پندار نیک گفتار نیک. این که دین نشد که. بعد بگن کردار نیک چیه؟ پندار نیک چیه؟ اگه خود پندار همه دنیا میگن پندار نیک کردار همه هر کسی هیچ کسی نمیاد بگه کردار بد گفتار بد. یا کسی نمیگه که شریعت نازش دقیقاً دیتیل به شما بگن که مثلا سعدی میاد میگه که مثلا غیبت چیه دقیقاً. ها؟ حتی نمیگه غیبت بده. غیبت هم باید تعریف بکنم بیان تو دیتیل. اون دیتیله که خیلی مهمه و شریعت هر دینی که شریعتش وسیع‌تر باشه و همین خاطر فی تبیان کلش یعنی باید دیتیل‌ها توش باشه. یعنی دین با کلی‌گرایی با شریعت جور در نمیاد. باید دقیقاً بیان بگن که مثلا اینجا این کیس به خصوص ببین چقدر بده. مثال باید بزنم. شما در انجیل شما ببینید که حضرت مسیح چقدر انکدوت داره، چقدر داستان‌هایی داره که به شما دقیقاً نشون میده که چه شکلی باید عمل بکنید. اون داستان به شما میبره شما تو کنتکست. که کردار نیک چی بود که در اینجا مسیح چه شکلی عمل کرد. به همین خاطر ما احادیث پیغمبر واسه ما خیلی مهمه. احادیثی درست باشه.
خیلی مهمه. قرآن کفایت نمیکنه. مثل این قرآن باید بیاد تو کنتکست. شکلی میاد تو کنتکست با رفتار پیامبر، با رفتار مسیح. انجیل میاد تو کنتکست. بنابراین دیتیلش خیلی مهمه. باید مثال بزنن که دقیقاً ببین اینجا چیکار کرد و اون ما یاد بگیریم، ما بتونیم پیادهش بکنیم زندگی خودمون. ولی اگر که ما ندونیم چیه، یکی از چیزا پیامبرایی هستش که عقل ما رو میگن که پیامبر عقل من خارج و عقل نبی من داخل. عقل ما نبی درونی ماست و نبی عقل بیرونی ماست. اینا باید با هم دیگه بخونه و میخونه نهایتا. اگه عقل ما رشد بکنه یواش یواش میبینیم که آدمای خیلی خیلی خردمند مثل دکارت مثلا. دکارت آدم خیلی خردمند که تمام سیستم آنالیتیک رو از اون داریم. تمام ساینس مدرن رو از دکارت داریم. از محورهای مختصات گرفته تا بقیه‌اش همش مال دکارته. ولی دکارت به همون رسیده به این اصلی که نبی که مسیح عقل بیرونی ماست. به این رسیده. تا باید انسان برسه و میرسه. تضادی نیستش. فقط من میتونم بفهم. نظر من بیان کنم. حدس من اینه که هر انسان در خودش یک استعدادی داره که دریچه به سوی ملکوتی وجود خودش یا با قدرت عشق با اون معراج خدای خودش برسه. این استعداد هست. این استعداد در بعض اوقات که زودتر به شکوفایی میرسه، گاهی اوقات بر اساس ملاقات یک مرد خدا، گاهی اوقات بر اساس مطالعه یک کتاب، گاهی اوقات بر اساس همون تمرینی که از قبیل حالا مثلا ریاضت یا تمرکز یا مراقبه یا مدیتیشن یا فرمول هایی که از شرع گرفته تا طریقت، همه اینها این برای این هست که اون استعداد، اون جوانه یا اون تخم یا اون بذر در وجود ما سرباز کنه و تبدیل به نهال بشه. یعنی اینطور نیست که همه انسان ها رو با بگیم که انسان ها در جبر زندگی میکنن. اگر بگیم که پیامبر برای من کاری نمیتونه، دیگه افراد برای من کاری نمیتونه، انسان خوب خود به خود به طرف پیامبر جذب میشه، انسان بعد لامحال جذب شدنی نیست. اینطور نیست، بلکه اونم در درون خودش یک بذر داره، ولی اگر روی بذر خودش کار کنه اونم میتونه تبدیل به بشه. یعنی نباید فکر کنیم که یک جبر روانشناسی در وجود انسان هست که این جبر روانشناسی بعضیا رو نمیذاره که خوب بشه، بعضیا خود به خود ناخودآگاه خوب شده میره همینطوری. تصور من اینه. دقیقاً. ما اصلا نباید معتقد به جبر باشیم و حتی که جبری به معنی چیزایی هستش، ولی از صادق فرمودن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. یعنی جبر نیستش، مقوله جبر نیستش، مقوله تفویض هم نیستش که ما تفویض کرده باشن، ولی بهش میگن جبر عشق. یعنی انسان دل بده، درسته؟ دل بده به کار. به همین خاطر میگن که این کتاب که میخونیم دل بدین بهش. به این حرف که صحبت میکنیم دل بدین، یعنی باش خلوت بکنیم. همین که قرآن که میخونیم بهش دل بدین. عروس حضرت قرآن حجابان گر براندازد که دال امن معنا رو مجرد بینی از فوق، دل بده بهش. با این نفر میشنی میخوای قهوه بخوری دیگه فکر چیزای دیگه نباش، دل بده. اون یه استکان کاپوچینویی که باهاش میخوری یا لاته، اینو دل بده. اون یه نیم ساعت رو با دوستت نشستی، وقت اون چقدر مسئولیت واسه باز میشه، چه چیزایی درش میبینی که در دیگران نمیبینی. مردم میامدن حضور پیامبر دل نمیدادن، میخواستن ببینن که مثلا حالا کی جنگ میخواد بشه، بریم جنگ نریم جنگ، غنیمت داره نداره، اینا رو میدیدن، دل به گفتار پیامبر نمیدادن. اما مثلا کمه مثلا بودردا میداده، دیگه میدادن. به هر کسی انسان دل بده یه حجاب هایی برداشته میشه به مطلبی که میفهمن خیلی درسته. بهش میگن اگر جبری باشه جبر عشقه، نه جبر کره، از روی کراهت نیست، از روی عشق. حالا اینو بعد بفهمید پیامبر درونی ما عقله؟ بله، العقل نبیون من داخل و النبی عقل من خارج. پیامبر عقل بیرونیه، عقل بیرونی ماست و عقل پیامبر بیرونی ماست و این دوتا باید یکی هستن، داشته باشن، باید با هم دیگه بخونن، باید نهایتا کانورج بکنن.